بدید بدهکارن. توجه میکنید اینا رو من میتونم، اما باور کنید عزیزان نزدیک عیدم هست، بازار خرید داغه. برای اولین بار در تاریخ بشریت این مرد بود که احساس رو کشف کرد، زن عشق رو کشف کرد، مرد پول رو کشف کرد، زن خرید رو کشف کرد. بعد از اون مرد 1 میلیون چیز دیگه کشف کرده، زن همچنان در حال خریده، همچنان میخره. بابای مرد رو در آورده. من میدونی چرا ناراحتم؟ چون که تبعیض قائل میشن. شما ببینید روز مادر نیست. بابا به این قشنگی دارن دست میزنن. کار کنم الان اومده بابی بیگی دی بانو خدا شفا بده انشالله. بیا بغلم. خب حسن جان خسته نباشید. حسن به این کاراش نگاه نکنید که یه خورده شیرین عقل و کار مختلف انجام میده. حسن معلمی که چون شمع میسوزه و محیط رو آلوده میکنه. اینجوریش نگاه نکنید. من روی برگ گل نوشتم که دوستت دارم حسن، اما تو این بز اومدی اونو خوردی. قبل از این که حسن وقتی در ولایت خودشون بوده چوپونی میکرده، عاشق دختر خر خدا میشه، براش نامه مینویسه که عزیزم چشمهای تو، سیاهی چشمهای تو مثل کاسه شیر میمونه که 2 تا پشکل توش افتاده باشه. حسن جان و امیر افشار قبل از اینکه مجری باشه، زمانی که در کنگو زندگی میکرد، در افریقا تروریست بود. یه بمب بهش دادن، گفتن فقط برو یه جای شلوغ کار بذار، رفت عروسی داداشش کار گذاشت. باز این اومده به من میگه اینجور. فکر کن مرسی حسن جان، وقت نداریم. عشقم انگشت بکن تو چشمم. حسن پولهای زیادی به دست میاره، ولی بدونید شما حضار محترم، بدونید بینندگان عزیز، فقط در جاهای خیر استفاده میکنه. حسن میره در خیریه، برای اونایی که دست ندارن انگشت میکنه تو دماغشون تمیز میکنن. و من نمیتونم بیان، ببخشید من مجبور شدم کار خیر حسن رو بگم. امیر برو بمیر. امیر وقتی تو روبروی منی فقط یک شعر در ذهن من تداعی میشه: بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، فکر نکن یاد تو بودم، کار نداشتم ول میگشتم، چه غمگینانه میپیچد درون کوچه قلبم صدای تو که میگفتی نان خشکیه. حسن تو تنها کسی هستی که در پیچ و خم زندگی میشه بهت اطمینان کرد و بهت امیدوار بود. لاستیک دنا. ببین این حرفا رو نزن. بذار بریم. اگر چیزی میخوای مثل مرد سرتو بالا بگی، من خودم برات ایزی لایف میخرم. آره مشکلی نداره.